کتاب تاریخ رو هر چقدر که به عقب برگردونیم توی تمام حکومت‌ها یا اکثر حکومت‌ها مراسم‌های شیطانی و جادو و حتی قربانی کردن کودکان وجود داشته. طی مراسم خیلی عجیب توی 22 بهمن امسال توی تهران و همزمان چند تا شهر دیگه رأس 1 ساعت به خصوص 11:33 مجسمه عجیبی رو با آتیش زدن به اسم بل. ماجرای این مجسمه چیه؟ بل از کجا اومده؟ این مجسمه چی کار میکنه و چه ربطی داشته به پرونده اپستین؟ قبل از هر چیزی باید بدونید که بل در واقع یک صفت بوده، نه یک اسم یک موجود شیطانی. در واقع مجسمه‌ای که به آتیش کشیدن موجود شیطانی بوده به اسم ملوخ یا ملوک. با یک سرچ ساده حتی میتونید ببینید که خود بل هیچ شباهتی به این مجسمه که آتیش زده بودند نداره. در واقع بل نوعی صفت یا لقب بوده برای بت‌هایی که پرستیده می‌شده. در واقع بل به معنی ارباب یا صاحب بوده. یک صفت بوده که به بت‌های شیطانی داده می‌شده. برگردیم به ملوخ. برای اینکه بهتر بفهمیم ملوخ از کجا اومده لازمه ببرمتون به 3500 سال پیش، زمانی که موسی و قومش از دست فرعون فرار میکنند. موسی به قومش میگه به مدت 30 روز من به کوه طور میرم تا بتونم پیغامهای خدا رو دریافت کنم. اما موقعی که موسی به کوه طور میره خداوند این مدت 30 روز رو به 40 روز تمدید میکنه. توی این غیبت موسی از اونجایی که قوم یهود به بت پرستی عادت کرده بودند، فردی به اسم سامری به قوم میگه که هر چی زیورالات و طلا دارید رو به من بدید تا بتونم براتون یک خدای قابل لمس و موجود درست کنم. در واقع وسوسه داشتن بت رو پیدا میکنند و سامری با طلاها و زیورالاتی که مردم بهش میدن یک گوساله‌ای رو درست میکنه شاخدار، همونجور که توی تصویر میبینید. در این مدت خدا به موسی میگه برو پایین که قومت شروع کردن دوباره به بت پرستی. وقتی که موسی به قومش میرسه خیلی خشمگین میشه، مجسمه گوساله سامری رو که اسم ملوخ رو در واقع روش گذاشته بودند رو به آتیش میکشه، اونو میشکنه، خاکستر میکنه و توی دریا میریزه. قرنها بعد از موسی وقتی قوم بنی اسرائیل توی سرزمین خودشون مستقر شدند، باز هم وسوسه بت‌ها به سراغشون اومد. بت شیطانی ملوخ یکی از قوی ترین اونها بود. پادشاهی به اسم آهاز وجود داشت حدود 500 سال بعد از موسی. این پادشاه توی یک دره‌ای به اسم بن هنوم که امیدوارم تلفظش رو درست بگم کودکان رو قربانی میکرد. نکته جالب ماجرا اینجاست که کتاب مقدس میگه این کار رو در بحبوحه جنگ و فشارهای سیاسی اون دوره از حکومتش انجام داد، برای اینکه فکر میکرد با قربانی کردن فرزندش، با قربانی کردن کودکان برای ملوخ میتونه ادامه حیات بیشتری توی حکومتش داشته باشه. چقدر جالب، چقدر نزدیک به اتفاقاتی که امروز داره توی ایران میفته. اما در نتیجه چیزی جز شکست و رسوایی براشون حاصل نشد. اگر فکر میکنی آهاز پادشاه ظالمی بوده کاملا درست فکر میکنی، اما بعد از آهاز هم پادشاه دیگه‌ای وجود داشته به اسم مناسه که 55 سال حکومت کرده، اما این 55 سال پر بوده از قربانی کردن کودکان برای ملوخ. مناسه تو همون دره به اسم بن هنوم انقدر کودک رو قربانی میکنه، انقدر خون میریزه که اسم اونجا رو جهنم میذارن. برگردیم به امروز 2026. جالبه بدونید که توی پرونده اپستین سندی وجود داره که اسم بل اومده، هرچند که بعدها اینو یک اشتباه تایپی نقل کردم، اما اسم اپستین همیشه گره خورده بود با قربانی کردن کودکان و جنایات جنسی و قربانی کردن کودکان توی اون جزیره مخوف خودش. با توجه به مراسمی که توی 22 بهمن امسال برگزار شد، یه عده گفتن طبق این ساعتی که وجود داشته این کاملا یک آیین شیطانی بوده و این ساعت 11:33 ربط مستقیمی داشته به علوم غریبه. اما برگزار کننده مراسم یعنی مؤسسه موساف پیامی رو داده که ما فقط این کار رو کردیم که به قوم یهود بگیم که شما این همون آدم‌هایی هستید که کودکان رو قربانی میکنید و به نوعی میخواستیم اعتراض کنیم به پرونده اپستین. فارغ از تمام اینها چیزی که مشخصه اینه که هنوز هم کودکان دارن قربانی میشن، هنوز هم آدم‌ها دارن کشته میشن. احتمالاً بل و ملوخ هنوز هم وجود دارن
فقط لباسشون عوض شده. مرسی که تا انتها این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم مفید بوده براتون و اگر خوشتون اومد عضو کانال خودتون بشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.